این که میبینید معروف حضورتون هست ساسی مانکن، خواننده‌ای که یک تنه نه تنها صنعت موسیقی ایران شخم زده، بلکه خودش به تنهایی یه سبک پر رو ترکیبی از تهاجم فرهنگیه. ظاهراً هم قراره اسکار بهترین گند زدن تو مارکت موسیقی پاپ ایرانو بدن به ساسی. حالا میگید چرا؟ برای دونستن پاسخ سوالتون این ویدیو رو تا آخر ببینید. سلام رفقا، به کانال بنی بیو خوش اومدید. بازم با یه ویدیوی جنجالی دیگه اومدم که این بار به حواشی ناجور 3 نفر از سلبریتی های شناخته شده و مورددار پرداختیم. از تا آخر همراه ما باشید. دمت گرم رفیق. ساسی مانکن که چند ساله در آستانه سال نو با انتشار موزیک ویدئوی جدید با ریتم شاد سعی میکنه مخاطب رو جلب کنه، علیرغم اینکه مثلا برای بزرگسالان ترانه میخونه، در چند تا کار اخیرش بخشی از ترانه‌هاش خطاب به بچه‌ها و دانش آموزاست که البته بدآموزی محسوب میشه. همین موضوع صدای خیلی از والدین، نهادهای آموزشی و مشاورین پرورشی کودکان و جوان رو در آورده. مثلا چند سال قبل در یکی از ترانه‌هاش خطاب به بچه مدرسه یا گفت زنگ تفریح پیک بزنید و برید اینستاگرام. حتی برای تولید یکی از موزیک ویدیوهاش الکسیس تگزاس هنرپیشه معروف پورن رو آورد تو کلیپش. و حالا جنجال بعدیش سوء استفاده از یه ترانه نوستالژیک کودکانه برای بچه هاست به نام آهویی دارم خوشگله. موزیک جدید ساسی که متن ترانه رو به محتوای کاملا اروتیک جنسی تبدیل کرده، به کوچیک بودن آلت تناسلی پارتنر آرام جوینده اشاره میکنه. حالا این آرام جوینده کیه؟ احتمالاً خیلی‌ها میدونید که همسر سپهر حیدری بازیکن سابق فوتباله که به عنوان مدل تو کلیپ ساسی بازی کرده. البته درستش اینه که بگیم به جای بازی عرض اندام کرده. این ویدئوی جدید به اسم مارمولک نشون داد که اگه کسی تیم ساسی رو از برق نکشه، تو کلیپ بعدیش ترانه کودکانه یه توپ دارم قلقلیه رو با الهام از دم و دستگاه عموجانی تبدیل به موزیک ویدئو میکنه. بد نیست بدونید آرام جوینده که بعد از مهاجرت به دبی یهو تصمیم تایم پاره کرد و به بهانه مدلینگ کم مونده شورتشو در بیاره، قبلا قهرمان تکواندو بوده و مادر 2 کودک خردساله. سپهر حیدری هم توی لایو اینستاگرامی گفته همسرش راهشو پیدا کرده و ازش تو این راه حمایت میکنه. اگرچه بعد از انتشار این کلیپ این بار سپهر حیدری در مقابل واکنش منفی کاربرای شبکه‌های اجتماعی به حضور اروتیک زنش در کنار ساسی واکنشی نشون نداد و فقط کری فوتبالی خوند. برای کسی بد نخواهید. قطعا تو زندگیتون کارما برمیگرده و مطمئنا نکنید که حالا خیلیاتون دنبال این که یکی دیگه بخواد. نه، من حتی اون دوستمونم که اینجا از تیم رقیب بود اتفاق افتاد، من براش انشالله هرچی به صلاحشون از همون اتفاق افتاد خوشبخت باشم. ولی من و همسرم و بچه‌ام کنار هم خوشبختیم، بهترین لحظات رو داریم سپری میکنیم، کل انرژی خوب ازتون میگیریم. این سری آدم حسود هم همیشه هستن، همه جا بهشون فشار میاد و خب نمیتونن تحمل کنن کسی موفق باشه. این عادت خیلی از ما ایرانی هاست متاسفانه. خیلی از ایرانی ها هستن خیلی سطح شعور بالایی دارن، خیلی از شما همیشه لطف داشتین، اصلا نظرتون رو گفتین، ولی یه سری هستن همیشه دنبال زمین خوردن بقیه. اینا همیشه ته چاهن، همیشه کارماه به خودشون برمیگرده و مطمئنا بعض زندگیشون هم نگاه بکنید زندگی خوبی ندارن چون بد همه رو میخوان. نه، ما همیشه خوشبختیم کنار هم و من افتخار میکنم که همچین همسر و فرزندانی دارم و مثل کوبم پشت همسرم هستم. همیشه کاری که براش نکردم ولی میتونم این اطمینان رو بهش بدم از لحاظ روحی روانی همیشه پشتش هستم. خودش ماشاءالله راه خودش رو پیدا کرده و مطمئنا آهنگ دوم آهنگ سوم میتره کنه، شک نکنه. انشالله که بقیه زنان ایران زمین هم در این بین یه سری از رسانه‌های زرد تصاویری منتشر کردن از قبل از عمل و بعد از عمل آرام جوینده که نشون میده بعد از 600 تا عمل زیبایی و تزریق چند لیتر ژل و بوتاکس چقدر تغییر کرده، که البته به ما حسودای پلاستیکی مربوط نیست. اما بعد از اینکه تو بخشی از کلیپ ترانه جدید ساسی مانکن آرام جوینده میگه دم و دستگاه پارتنرش کوچیکه، برای خیلیا این سوال مطرح شد که این زن و شوهر برای 2 پسر خردسالشون چطور والدینی هستن
که قبل از همکاری با ساسی برای تولید چنین محتوای زننده و غیر اخلاقی به تأثیر منفی اون نه تنها روی بچه‌های خودشون بلکه بر سایر کودکان و نوجوانان معصوم فکر نکردن. بد نیست بدونید که آرام جوینده همسر این بازیکن پیشین تیم پرسپولیس متولد 8 مرداد سال 1374 و در سال 96 با این فوتبالیست ازدواج کرد. حاصل این ازدواج هم 2 پسر به نامای دیاکو و آراکوست. بعد از خداحافظی سپهر از فوتبال این زوج به امارات مهاجرت کردند و از زندگی سوپر لاکچریشون تصاویری در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. همونجا بود که آرام نشون داد جنبه تو خارج زندگی کردن رو نداره و به بهانه مدلینگ یهو دست به حرکات سکسی و اروتیکی زد که از یه همسر و مادر بعید بود. جالبه بدونید که همسر سپهر حیدری در گذشته به عنوان ورزشکار رشته تکواندو به صورت جدی فعالیت داشت و حتی به مقام قهرمانی کشور هم دست پیدا کرده بود. اما بعد از مهاجرت، علاقه و فعالیتش به حوزه‌های مدلینگ و زیبایی تغییر پیدا کرد و حالا به یکی از چهره‌های پرحاشیه در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. همینطور به عرصه خوانندگی ورود کرد و موزیک ویدئویی بیرون داد که نشون میده صداش عالیه، مخصوصا وقتی که نمیخونه. سپهر حیدری بعد از شروع فعالیت آرام در زمینه مدلینگ و خوانندگی در یه لایو اینستاگرامی تاکید کرد که از همسرش در این مسیر حمایت میکنه. از همه بدتر اینه که اینستاگرام آرام جوینده که نه محتوای آموزشی داره نه فرهنگی و فقط پر از تصاویر سکسی و عرض اندام این خانومه نزدیک به 3.5 میلیون دنبال کننده احمق داره. اگرچه بعضیا میگن به خودش مربوطه که هر مدلی لباس بپوشه و سکسی باشه، اما خوبه بدونید که حتی هنرپیشه‌های پورن غربی هم بعد از ازدواج و مخصوصا مادر شدن تغییر پوشش دادن و تبدیل به مادر نمونه شدن. به عنوان مثال پاملا آندرسون در دهه 80 میلادی به عنوان بمب سکسی شناخته میشد و هنرپیشه نقش اول سریال معروف بیواچ بود. ایشون بعد از این که مادر شد گفت به خاطر بچه‌هاش کلاً خیلی از فعالیت‌های سابقشو کنار گذاشته و جالبه بدونید بعد از فوت آرایشگر مخصوصش که صمیمی‌ترین دوستشم بود تصمیم گرفت بدون آرایش در مراسم‌های فرش قرمز شرکت کنه. حالا این آرام جوینده برعکس عمل کرد و بعد از مادر شدن یهو تصمیم گرفت حتی درباره سایز دم و دستگاه پارتنرش تو ویدئوی جدید ساسی هنرنمایی کنه. از طرفی در ماه‌های اخیر شایعاتی مبنی بر جدایی آرام و سپهر پخش شد که با انتشار ویدئوی آرام در کنار ساسی این شایعه تقویت شد. در حالی که سپهر حیدری قبلا از همسرش حمایت کرده بود، این بار هیچ واکنشی به انتقاد و حتی توهین تعداد زیادی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی به همکاری آرام و ساسی نشون نداد و سکوتش باعث تقویت شایعات مربوط به اختلاف این زوج شد. یکی از همین شایعات درباره خیانت آرام و ساسی به سپهر بود. همینطور پشت پرده اختلاف شدید ساسی مانکن با همسرش که در آمریکا یک خانم موفق و بی‌حاشیه است. جالبه بدونید که بیتا اشلی همسر ساسی مانکن متولد دهه 60. گفته میشه 8 سال از ساسی بزرگتره و در زمینه خرید و فروش ملک در بیولی هیلز آمریکا فعالیت میکنه. بیتا خیلی ثروتمنده چون بیشتر مشتریاش هنرپیشه های هالیوود، سلبریتیا و سیاستمدارای پولدار آمریکایی هستن. اما جدای از ثروت و موفقیت در زمینه شغلی، گفته میشه که این خانم بسیار زن محترم و به عبارتی زن زندگیه. البته ساسی مانکن با نام حقیقی ساسان حیدری یافته قبلا با دختری به نام سایه رابطه داشت و از اون خانم یه پسر به نام برسام داره. اما به گفته خودش بچه مال اون نیست و بعد از ادعای سایه درباره حامله شدن از ساسی از دوست دخترش جدا شد و به آمریکا رفت. خلاصه فارغ از تمام این شایعات باید گفت موزیک ویدئوی مارمولک در آستانه نوروز 1404 و بازی آرام جوینده در کنار ساسی مانکن پخش شد از تمام کارهای قبلی ساسی مبتذل‌تر بود و ثابت کرد نوشابه خانواده داره ولی ساسی مانکن و زوج آرام و سپهر نه.
ما که بخیل نیستیم و برای همه آرزوی موفقیت میکنیم، ولی کسانی که مادر یا پدر هستن باید فراموش نکنن که در قبال هر رفتاری مسئولن، چون یک کودک به اونها به عنوان الگوی خودش نگاه میکنه. نظر شما در این مورد چیه؟ تو کامنت حتما برامون بنویسید تا ببینیم شما به عنوان والدین کنونی یا آینده در این باره چه عقیده‌ای دارید. خب دوستان و رفقای نابم، به پایان این ویدیو رسیدیم. مرسی که همراه بودید. لطفاً این ویدیو رو برای دوستان و آشنایانتون بفرستید و با لایک و کامنت و سابسکرایب در بیشتر دیده شدن کانال حمایت کنید. دمت گرم رفیق.